که با هم بازی کنیم. بچه‌ها اسم این بازی کال آف دیوتی موبایله و اینکه اگه دوست دارید چجوری من اینا رو چیدم بتونم یاد بدم و اینکه بازی کنیم و 31 ثانیه دیگه بازی تموم. من نمیدونم چون انقدر لگی داره، میشه خیلی خیلی داغ کرده، شاید به خاطر همینه. خب تا 19 ثانیه تا چند ثانیه دیگه تموم میشه. بچه الان بازی شروع شد. الان بازی اصلیه و این ستاره که میبینید بغلمه اینا یارمن. خیلی خوب الان ما باید یه مپی انتخاب کنیم که بیایم توی گیم و از اونجا که فارم شلوغه من میام این منطقه اسمشو بلد نیستم ولی خب بکنم کجا منطقه بکنم سری رفته اون و تا اونجا خیلی بکنم باشه. نه اینقدر نیست. اصلا خودم گن زدم اما عیبی نداره. خب چون مهم نیست اینقدر مهم نیست. ما باید از همینجا شروع کنیم دیگه. بد نیست. یه ماشی پیدا کردم. و خب اینجا کسی بود؟ چرا رفت بولو؟ تیر دیگه رو میشه میکنه. خیلی خوب بچه نزدیک به باد فنا بریم. اینا من باید با این عوضش کنم با این کلاشینکوف عوض شه. خیلی خوب الان میشه گفت تقریبا آیتم هم بهتره. اینجوری کم باید بگردم. خب بچه ها دارید فقط دوتا بوم به دردم خود اونجا یکی جدی جدی تکون خورد. نیست دیگه چون اگه باشه وقتی من حواسم نیست میاد قشنگ دهنمو صاف کنم. خب بچه ها اکثرا کسایی که میان اینجا سری رد میشن اگه شما به بات رفتن اومد یاری خب غلط کرد. میگه چرا شروعه
خب بچه یه دقیقه بسیدم میتونید از کنو بگردم راحت باشه. بچه اینجا خیلی شلوغه، بزنیم کجاست؟ ما تو همون منطقه این تقریبا، ولی خب خیلی شلوغ شده، نمیدونم چرا. باید سریعتر باید بریم. صدای رو مخی داشت. خیلی خوب، حالا باید بریم سوار این یکی ماشین شیم. جیپ بهتره دیگه، آره جیپ بهتره، چون اگر تیر تموم کردیم میتونیم از تیرهای جیپ استفاده کنیم. خب بچه شاید بگید چقدر حرف میزنم، ولی خب بچه ببینید اینجا واسه یارتونه. بالا چیزای یارمون مال نفرات و تعداد نفراتی که کشتیمه و اینجا نقشه است. این دایره کمرنگه رو میبینید، این این زومه. این دایره آبیه، اگر ما بیایم اینجا اکسیژن بهمون نمیرسه و میمیریم. اکسیژن که فکر نکنم اکسیژن باشه، ولی خب میمیریم. و اینکه بقیهش هم که دیگه چیز خاصی نداره، بقیهش دیگه راحته فهمیدنش. و اینکه همین اسکل من اینجا میگم نداشت اگه ناراحت نمیشی بکشم میشه دیگه. این دیگه مرسی ناراحت نشی. بودو بردو. خب حالا یکم دونمون رو پر کنیم. های صدا تیر میاد. تیر هوایی میزنم تا یکم زمان بگذره، ولی خب بذارید سوارشیم بریم یک دو تا آدم بکشیم. موتور سوارشیم یکی دو تا چرخ هم بزنیم. خیلی خوب، بذار یه تچرخ از اون خواهد کنیم و بریم این بالا. رفت. برو خیلی خوب بیارم راه نمیره موتوره. نه رانندگی من بده، وگرنه موتور خوبه. نه رانندگی عنوان افتضاست کالکتیویتی. اینجا موتور سر میخوره. نترکی نترک دیگه، باید بترکی. این از دودزا میزن. این دود کرد.
اونجا لوت کرد. وای وای. دیدید صدامه که دیدید که نازل خود تقریبا میشه گفتیم. شما it can't just کیه اینجا؟ میبینمش. دستم میخوره بشه. ولی هیچکی نیست مثل که اسکل شده. آیا این ماشین است؟ کسی هست؟ صدا تیرو دیگه باید بشنوید. چرا ماشینی؟ چرا ماشینی اینطوریه؟ نه تو شاید مال بریزیسونه. مرد دیگه بریزیسونه. مرد. وای 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 بودو بودو وای 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 ای وای یادت عباس نزن منو کسافت بیکی در مادر. جان آفرین جان. آقا یکی نیست به ما کمک کنه.